یوهان با درماندگی به کالسکه اشاره میکرد و هی میگفت والپورگیسناخ والپورگیسناخ، یعنی منظورش این بود که سریعتر سوار شم. ولی حالا روحیه انگلیسی من این وسط گل کرده بود و عقب ایستادم و گفتم تو میترسی یوهان، برگرد خونه، من خودم تنها برمیگردم. قدم زدن اتفاقا برام هم خوبه. در کالسکه باز بود و عصای بلوطیمو که همیشه همراه خودم دارم و از توی کالسکه برداشتم و درو بستم. بعدم به سمت مونیخ اشاره کردم، گفتم بهش برگرد خونه یوهان، شب والپورگیسناخ به انگلیسی‌ها ربطی نداره. یوهان تلاش میکرد اسبا رو که حالا از قبلم بیقرارتر شده بودن رو کنترل کنه. با اضطراب و تاکید از من خواهش میکرد که احمقانه رفتار نکنم و سوار شم. دلم براش میسوخت چون واقعا به نظر جدی و ترسیده بود. ولی نمیدونم چرا نتونستم جلو خندمو بگیرم و خندم گرفت، چون دیگه کلا یادش رفته بود که باید با من انگلیسی صحبت کنه، فقط آلمانی صحبت میکرد. کم کم خسته و ناامید شد. خودم دوباره به سمت مونیخ اشاره کردم، گفتم برو خونه. یوهان ناامیدانه اسبا رو به سمت مونیخ برگردوند و به راه افتاد. منم یکم ایستادم و رفتنش رو نگاه کردم. یوهان داشت به سمت تپه‌ای میرفت که یک مرد قد بلند کم کم داشت اونجا پدیدار میشد. مرد رو از دور به وضوح میدیدمش. وقتی اسب‌ها بهش نزدیک شدن، حیوانات شروع کردن به جست و خیز کردن و لگد زدن. بعدم با وحشت چهی کشیدن و یوهان نتونست کنترلشون کنه و با سرعت دور شدن. همینجور که رفتن کالسکه رو نگاه می‌کردم، دیدم که به سرعت محو شدن. یکم به سمت تپه رفتم تا با اون مرد غریبه بتونم صحبت کنم، اما دیدم که اونم ناپدید شده. بیخیال شدم و راهمو به سمت اون جاده فرعی کج کردم و به اون دره‌ای که یوهان خیلی ازش می‌ترسید پیاده روی رو شروع کردم. حدود 2 ساعت پیاده روی کردم بدون اینکه به زمان یا فاصله فکر کنم. البته توی این مسیر نه کسی و نه خونه‌ای رو دیدم. انگار واقعاً اونجا مکان متروک و ویرون شده بود. ولی راستشو بخواین زیاد بهش توجه نکردم تا اینکه بعد از یک پیش